این برادر چی گفته است؟ میگویند که بالای سر پیغمبر خدا شکمبه پر از نجاست را پرتافتند. آیا این درست است یا نه؟ برادر عزیز، این حکایه اصل دارد. پیغمبر ما و شما بسیار عذابها کشیدند، بسیار رنجها دیدگی هستند. هیچ روز خوب رسول اکرم گذراندگی نیستند. جایگاه خوابی که امروز ما و شما نرم خواب میکنیم این گونه جایگاه خواب نداشتند. این طعامهایی که امروز هر گونه‌ای که ما و شما میخوریم این طعامها در پیغمبر خدا وجود نداشت و نمیخوردند. و این ساعتهای درازی که ما و شما استراحت میکنیم این استراحتها از بالای سر پیغمبر خدا برداشته بودند. یک مسئولیت کلانی را رسول اکرم حس میکردند. حتی اسماء دختر ابوبکر صدیق، یک کیسه یادم آمد، الحال اینا به شما میرسانم. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند. وقتی میگن از من پرسان کردند که سختترین و شدیدترین روزی مشقت پیغمبر خدا را میدانی یا نه؟ بچه‌ها التماس در حالت صحبت گپ نزنین. آمدین در یک جا بنشینین، جا کی شد انشاءالله بعدا جا میشود. اسماء چی گفتند؟ اسماء گفتند روز رسول اکرم در مسجد الحرام نماز میخواندند، مسجدی که الحال حاجی ها رفته زیارت میکنند. بناگاه میگه یک توده مشرکین بالای سر این پیغمبر خدا هجوم کردند و هر کی هر خیل آزار در بالای پیغمبر خدا میداد. کدام او با شطه میزد، کدام او با دست میزد، کدام او توف میکرد، کدام او با زبانش لعنت میگفت. هر گونه آزارها میدادند این مشرکای عرب. صدا آمد، صدا بلند شد از داخل مسجد الحرام که یار محمد ابوبکر را فیراد کنید تا که این رفیق خود خلاص بگرداند. اسماء میگه ابوبکر نزد من بود، پدر من که بود نزد من نشسته بود و همان روز میگه 4 گیسوی میگه کشال کردگی داشت. یعنی 4 گیسو، 4 همون موی های بافته ای که میگیم 4 موی بافتگی میگه خیلی زیبا میگه بافته بود و نزد من نشسته بود. وقتی این صدا را شنید میگه رفت حال پیغمبر را که دید میگه حضرت گریان شدند، داد گفتند اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله؟ آیا مرد را شما قتل میکنید که فقط میگوید خدای من یک و یگانه است؟ با همین سبب، با سببی که میگوید خدای من یک و یگانه است، شریک ندارد، این بت‌های شما بیکاره است، با همین سبب یاری مرا قتل میکنید؟ این سخن وقتی میگه از ابوبکر شنیدند، همگی میگه بالای ابوبکر غور کردند، رسول اکرم بیراه کردند. اسماء میگه ابوبکر وقتی به خانه آمد میگه همان گیسوهای کشالی که داشت میگه وقتی آهسته میگه میقپید گیسو خودش میغلطید. میگه از حساب بسیار کشیدن و از حساب آزار بسیاری که بالای سر ابوبکر دادن این گیسوها هم میگه دیگر بالای سر ابوبکر نماند. برادر عزیز، ابوبکر هم آزار کشیدن، عمر هم عذاب کشیدن، عثمان هم عذاب کشیدن، علی هم عذاب کشیدن، تمام صحابای پیغمبر برای اسلام عذابها کشیدن، رنجها دیدن، جانهای خود چکار کردن؟ جانهای خود از دست دادن. رسول اکرم میگه روز در مسجد الحرام بودن. این سوال جواب برادر است. عبدالله ابن مسعود روایتش میکند، در صحیح بخاری هم میگذرد، میگوید وقتی که سجده طولانی میکرد پیغمبر، سری خود که در زمین میگذاشت، بی نهایت دراز سجده میکرد و گریه میکرد برای غم امتش. ابو جهل همراه میگد هشام و همراه عتیبه و همراه عقبه ابن معید، همراه امیه ابن خلف، 7 دشمن خدا میگه یک حلقه نشسته بودند. خیال شونم این عمل ابو جهل نگذشت. ابو جهل برداشتن آمدن بالای کتف پیغمبر خدا، این شکنبه را پرتافتن. چنان میگه شکنبه کلانی بود. عبدالله ابن مسعود میگوید که من خرد بودم، من اگر چی سین سالم کلان بود لکن جوستم که خرد بود. میگه من توانایی این شکنبه را از بالای پیغمبر بیراه کردن نمیتوانستم.
لکن میگه صدا وقتی که به فاطمه رسید، فاطمه میگه گریان آمد و حال پدر خدا که به این صورت دید. شکمبر میگه از بالای پیغمبر خدا بیراه کرد و با همان کرته و با همان لطه خود میگه شانه و روی پیغمبر خدا را پاکیزه میکرد. رسول اکرم وقتی که خیست از جای خود حالت دید، یک بوی نجاست در وجودش پرتافتگی، حضرت دستش برداشتن گفتن اللهم علیک قریش، خدایا تو را من گواه میگیرم به آنه که این عمل قریش نظر کن، این عمل اولاد مرا نظر کن. خدایا گفت پروردگارا اینها را در عذاب خودت گرفتار کن. دیری نگذشت میگه جنگ بدر شروع شد. این 7 طایفه در جنگ بدر کشته شدند. البته این حکایه حق دارد، حقیقت دارد. رسول اکرم آزارهای خیلی زیاد کشیدند. ما امتی بی پروا نشیم، ما امتی بی غیرت نشیم، امتی شیم که چگونه که رسول اکرم دلسوزی داشتند ما هم دلسوز باشیم. در عملهای پیغمبر خدا با دندانهای کرسی عملهای پیغمبر خدا را مستحکم بدارید. بر هر یک گپی هر یک دشمن خدا ما و شما فرسوده نشیم، دل شکسته نشیم. باید که دین اسلام را چگونه که با این مشقت ها آوردن ما و شما با آسانی از دست ندیدیم. سوال هایی که برادرها میکنن، از روی این سوال ها من یک چیزی دیگر به یادم آمد. انشاءالله فکر میکنم که جوان ها خیلی تصورشان کلان شدگی است، زیرا از سوال آدم خود معلوم می شود که آدم تا چه اندازه علم دارد. سوال های الحمدلله که بی معنی و ساده دیگر قریب که در مسجد ما و شما نمانده است. السلام علیکم داملای عزیز، بسیار از شما خواهش دارم که درباره نماز عاشقانه و نماز اساسی به ما چیزی میفهمونید، زیرا ما نماز میخوانیم لکن از لذتش چیزی نمیفهمیم. البته نماز این خیلی یک عبادت بلندی هست، عبادتی هست که به سبب این خداوند شما را وارد جنتش میگرداند. حتی رسول اکرم میگوید نماز بنده در قیامت برای او تاج است و یک روشنی هست در روز قیامت. و اولین سوالی که در روز قیامت بنده را خدا میکند این نماز است، آیا نماز ادا کرد یا نه. نماز عاشقانه گفتن، من یک کتاب دارم به نام نماز عاشقانه، خود کتاب نامش نماز عاشقانه هست. در اون داخل من یک قصه را دیدم، میخوام این قصه را بر شما حکایه کنم. این هم از بچه اسما هست، نبیره ابوبکر صدیق است. نام این حضرت عروه هست، عروه ابن زبیر. شوی اسماء زبیر نام داشتند، بچه همین زبیر عروه نام داشتند. به یک کسل مبتلا شدند. کسل سرطان بود. سرطان یعنی رگ میگیم، رگ در همین ساخت، در همین پای نبیره حضرت ابوبکر صدیق پیدا شد. طبیب ها را حاضر کردند. طبیب ها گفتند، عروه گفتند کمی مواد مخدر بر تو میتیم تا که تو بیهوش میشوی، این پا را باید که ما قطع کنیم، ببریم. بغیر قطع کردن، بغیر بریدن این پا دیگر طبابت ندارد. عروه گفتند من مواد مخدر استفاده نمی کنم، یعنی موادی که عقل مرا زائل کند، گفت این حرام است، من این استفاده نمی کنم. طبیب ها گفتند عروه اگر این تو استفاده نکنی در بریدن پا بسیار مشقت و عذاب میکشی. گفتند نه. گفتند وقتی من در نماز شروع کردم، در التحیات لله و الصلوات و الطیبات رسیدم، شما بریدن سر کنین. نماز عاشقانه را بینیم. وقتی من در التحیات میرسم، در حالت التحیات اگر تمام بدن مرا ببرین من درک نمیابم. حضرت عروه میگن نشستن التحیات سر کردن. طبیب ها در دست کاردها منتظر. حضرت سر کرد التحیات لله و الصلوات و الطیبات، رفت دیگر از حش رفت، در عالم دیگر پیدا شد. طبیب ها پا را بریدند. حضرت عروه میگد
بعد نماز میگد به هوش آمد، نگاه کرد که پا بریده شده است، گفت پای مرا همراه من به خانه من برید. حضرت میگد به خانه رفتند، پای در پیش خود جان گذاشتند و خبرگیرهای زیاد که در اطراف نشسته بود. این عروه میگه فریاد زد، دو فرزند داشت، فرزند کلانیش فریاد زد برای چی خدمتی باشد. فریادش زد، میگه این فرزند کلانی صدا نداد. عروه که فرزندهای خوب تربیت کرده بود، در اولین صدای او لبیک میگفتند حیرت دمان، گفت این لله و این الیه راجعون. چی شد که فرزند من صدا بر صدای من نداد؟ چرا لبی نگفت؟ این بار اول است که من میشنوم که فرزند فریاد میزنم و لبی نمیگوید. حاضرین که از قصه فرزند او درک داشتند گفتند، عروه گفتند الحال فرزند تو بالای بام برآمده بود، الحال یک زمان گفت وای از بالای بام افتید و هلاک شد. مصیبت بین. اون برادری که یک روز سوال داده بود که در یک فرزندش از دنیا گذشتن اکثر عبادتاش ترک کرد، نظر بر این دوستی خدا کن، عبرت از این دوستی خدا بگیر. حضرت میگه در حال چی گفتن؟ خدایا گفتن من دو فرزند داشتم، دو میوه دل داشتم، با گرفتگیتم شکر، با این فرزند خورده که دارم با اینم شکر. دو پای داشتم، این پایی که از دست دادم با اینم شکر، با این پایی که الحال هست شکر. دوستهای خدا را ببینین، حالتهای وزنین در صبرشان را ببینین و نماز عاشقانه را ببینین. این است برادر عزیز یک لحظه از نماز عاشقانه. فکر میکنم البته این برای همین سوال این دادگی برادر کفایت کننده است. لیکن این گونه قصه ها خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. سلام بابای داملا. بعضا آدمان را میگوییم که چرا نماز نمیخوانی؟ میگویند که نمازخوانها کجا را گرفتند. البته این صدای هست که اولین بار نیست. من بر شما باز میگم برادرای عزیز، در سخن هر یک انسان شما دل شکسته نشوید. التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. پیغمبر ما و شما میگوید توفیق، خدا ترسی، نمازخوانی این یک عبادت خیلی بزرگی هست، یک چیزی خیلی بزرگی هست که خدا فقط بندگان دوستدارش میته، هر بنده را نمیته. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظیم. سوره تبارک، سوره ملک که ما و شما میخونیم، وقتی که دوزخیان در دوزخ پرتافته می شود میگد سمیع لها شهیقا. دوزخ میگد به منزله که در پیش یک خر کمی جو می پرتای یا اینکه جو از دور میبیند و یک هرهر دارد، بعد آواز خچه بلند میکند. وقتی دوزخی میگد در چای دوزخ پرتافته می شود، اول دوزخ همتا یک هرهر دارد. وقتی دوزخی تا چند پایان رفتن که گرفت سمیع لها شهیقا و هی تفور، چنان هنگست میکند این دوزخ که حتی میگه نزدیک است که از غضب دوزخ پاره پاره شود. با آمدن دوزخی خشنود میشود. از خرسندی که دوزخی در داخل او داخل شد، این میگه صدای بلند میزند و ملائکه هایی که در اون داخل دوزخ، ملائکه های عذاب میگویند. آنها چی میگویند؟ میگویند آیا برای شما یگان ترساننده نبود؟ آیا شما را کسی نبود که خبر دهد که نماز است، روزه است، عبادت است، قبر است، قیامت است؟ آیا در بین شما نبود؟ اینا چی میگویند؟ میگویند بود در بین ما، لکن ما میگفتیم این سخنهای شما افسانه هست. ما میگفتیم که نمازخوانها کجا را گرفتند. این گونه صداها میدادیم. این صدای همین انسانی میشود که در روز قیامت از داخل چاه
به سوی ملائکه عذاب این چنین جواب میگوید: ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. دوزخی ها را خداوند از یک جانب میگذاشته است و بهشتی ها را از یک جانب. در قرآن میگوید خدا در پاره 29 از قرآن است، میگفته است جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند: ما سلککم فی سقر، چی شد که تو دوزخی شدی؟ تو در همراه من بودی، تو هم تاجیک بودی، تو هم خودت مسلمان میگرفتی، چی شد که امروز تو دوزخی شدی؟ چی میگفته است؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. در اصل من تاجیک بودم لیکن نماز نمیخواندم، بی نماز بودم. از حساب بی نمازیم امروز در قعر دوزخ خدا مرا جا کرده است. این از جواب این برادرها در روز قیامت. السلام علیکم داملا، برای من خیلی محبوب هستید. یک سؤال دارم. یک چیز مرا دائم در شک و شبهه آورده است: برای چی آدمان بی دین و بی خدا مال و ملکی بسیار دارند؟ نمیشد که خدا آنها را گدا و در بدر گرداند؟ خوش به حال همین برادرهایی که در دلشان ذره شک و شبهه دارند سؤال میکنند. من بر شما خبر میدم که برادرای عزیز، من چند بار در فصل فضیلت آدم به شما صحبت کردم. مالداری، دولتداری این نشانه مرتبه آدم نشان نمیدهد. اگر نشانه مرتبه آدم مالداری میشد، خداوند قارون و فرعون مال نمیداد، اونها را مال نمیداد. بلکه نشان آدمیت این ایمان است، این ایمانداری هست. ان الله لا ينظر الى اموالكم و الى اجسامكم ولا الى انصابكم. خدای شما چی میگوید؟ من نظر نمیکنم در دلاری تو، در پشت قناتی تو، در قصرهای آشیانه تو من نظر نمیکنم. من در اون برادر و پدری که وظیفه های کلان داره در اونها نظر نمیکنم. من در جسم زیبای تو هم نظر نمیکنم، بلکه من در عملی تو نظر میکنم، من در دلی تو نظر میکنم. خدای تو این چنین صدا میدهد. حدیث من از کتاب برای شما نویساندم که پیغمبر خدا گفته است: ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم. اخلاقهای شما را، آداب شما را خداوند مثل رزق روزی تقسیم میکرده است. چگونه ای که رزق روزی یک آدم بلند است، از یکی کم است، از یکی پست است، خداوند رزق روزی را یعنی معین میکنه، با همه یک خله میدهد. آدابم پیغمبر خدا گفت همچنان تقسیم میکند. آدابم خیلی چیزی قیمت است. بین بسیاری برادرها نمازخوان هستند لیکن آداب ندارند، مسلمان هستند لیکن بی آداب هستند. اینا بسیار هستند. رسول الله میگه همچنان در ادامه حدیث چی گفتند؟ و ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب. خداوند مال میدهد کدام بنده ای را که دوست می‌دارد یا کدام بنده ای را که دوست نمی‌دارد مالش میدهد. و یعطی الایمان الا من یحب. دوام حدیث سوال این برادر جوابش است. لیکن ایمان خداوند میدهد مگر شخصی را که دوست می‌دارد. مال را به هر کس میدهد. ای دل چی کنم؟ خدا چنین میخواهد. نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی از خدا نان جوین میخواهد. السلام علیکم بابای حاجی، من بیشتر سخنهای شیرین شما را گوش میکنم و میخواهم به دو سه سوال من پاسخ دهید. در کدام حالت مرد حقوق دارد که زنش را طلاق کند؟ راستی بار در باب طلاق التماس از همه شما فقط مفتی ها را سوال کنید. طلاق موضوع ما نیست، اگرچه ما کتاب طلاق خواندیم لیکن ما فتوا نمیدیم، زیرا طلاق بسیار نازکی ها دارد، بسیار نازکی ها دارد. این فقط کار مفتی هست. میرین مفتی در مراجعت میکنین در کدام حالت طلاق درست است، در کدام حالتش نادرست است. این
اینا فقط از مفتی ها پرسین. از من پرسین زنها را چقدر میتونین در خیلی اگر جنایت کلانش اگر دستگیرش نکنین دیگر در بعضی عادی ترین صورت ها شما طلاق ندهین. در لباس ناخوب شست یا خانه را ناخوب رفت یا طعام بی لذت تیار میکند یا کمی به سوی تو مثال گپ گردانید، اینها حالت نیستن که شما طلاق به اونها روا کنید، بلکه این حالت ها را میتونید شما آداب دهید. میتونید به طریق صحبت، به طریق مصلحت، به طریق جمع آوری پدر و مادرش، اولاد اجدادش او را تربیت کنید. نماز بامداد را در ساعت 7 یا 8 خواندن ممکن است. در ساعت 7 اگر طلوع آفتاب نباشد جایز است. من نمیدونم در ساعت 7 طلوع آفتاب می شود یا نه. وقتی آفتاب که برآمد دیگر نماز بامداد خواندن چی هست؟ منع می شود. همون طلوع آفتاب یافتن در کار ساعت شد تا طلوع آفتاب جایز، ساعت چند نباشد. بلند خندیدن یا بزرگ خندیدن گناه است، البته به البته گناه است. کسی که اگر بلند خنده میکند یا بسیار خنده میکند، رسول الله گفتند تو میتول قلب، دل انسان خنده بسیار میکشد، دل انسان خنده بسیار و گپی بسیار میمیراند. دل انسان که مرد، این ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین بنده به سوی خدا بنده هست که دل وی سیاه می شود، دل وی سیاه باشد، خنده بسیار، گپی بسیار دل آدم سیاه می کند. از این خاطر همه وقت خنده کنین، شوخی کنین، لیکن از حد نگذرانید. چهارم سوال کردن، میگویند که بابای حاجی زبان انگلیسی را میدونی، درست است یا نه؟ ما یک زمانی میدونستیم، همون زمانهایی که تحصیل میکردیم در همون خارج زبان انگلیسی را گپ میزدیم، با استادا همیتا مراجعت ها کرده میتونستیم، جواب میگرفتیم، خانه میرفتیم میومدیم. لیکن با مدتی که مثال به اینجا رسیدیم دیگر هیچ تکرار نشد، اهمیت به اون زبان که ندادیم دیگر از یادمون رفت. لیکن همه شما را جوانای عزیز از همه درخواست دارم که تمام زبان را بیاموزید. باور کنین در دنیا و در آخرت هم شما سربلند هستید. امر اسلام شما هست که شما بخوانید. جوانای عزیز بسیارتر کوشش کنین. من شما را از نماز خواندن و از قرآن خواندن من نمی کنم. این علم اولین درجه هست که تمام شما قرآن خوان شین، قرآن هر سحر تلاوت کنین، 5 وقت نمازتان ادا کنین، لیکن از علم دنیوی هم شما نگریزین. علم دنیوی علم باطل نیست. پیشواهای ما و شما بسیاری هستند که به علم دنیوی چنگ زدگی بدن. از این خاطر همه شما در درس ها معلم ها را احترام کنین. حتی بتوانین اگر درس های علاوگی بخوانین، هست حاضر مکتبه ها در درس های علاوگی جاری شده است 5 سامان 10 سامان. همون رقاصه را آتا بگو در توی نیاره یا چتا بگو که مثال دین رجدینی نکنه و هم 5 سوم 10 سوم در دست معلمه بتین تعلیم تون بده. این بهتر است. خراجات های بی معنی که مثال در معرکه های ما و شما می شود 40 ماشین 50 ماشین پیش یک بوتی کلانی سجده کنی میرین، اینها را ترک کنین، پول های اینا را در مکتب صرف کنین، سمکه بخرین، دفتر بخرین، قلم بخرین، با معلوماتون توجه کنین، اینها برای شما بهتره. من بسیار دوست می‌دارم همون جوانی را که علم دنیایی را می‌داند. ما خود در مکتب 3 نداشتیم، فقط 4 و 5 قد می‌خواندیم. کسی همین علم دنیایی را هم که دانست، علم اخرویش هم آسان میشد گرفتن. علم دنیایی را که ندانستی، سالار هم که در سر ماندی با یک عادی ترین گپی دنیوی تر یک معرکه دا چیکار میکنن؟ متهم کرده میماند، همون کسی نباشد. السلام علیکم داملای شیری سخن. بعد السلام، من سوالی دارم. اگر آدم از آدم دیگر یگان چیزی گیرد و او را بر نگرداند چی می شود؟ این دوست می شود. اگر کسی که مال یک برادر میگیرد و پس نمیگرداند، این چی است؟ این حکم دوست دارد. یعنی مگر که همون به طریق یک فریب از تو دوزی.
یعنی مجبور نکرد و به طریقی که مثال در بین چند حیله و نیرنگ استفاده کرد و مال تو را از تو ستانید گرفت. این البته گناهکار است، در مال تو جوابگر است در نزد خدا. السلام علیکم داملای محترم. قسمی از آدمان مسلمان در اذان دادن مؤذن و شنیدن نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دو انگشت را به چشم میرسانند و دلیل میارند که در کتاب جامع الرموز این سخن هست. تا کدام اندازه درست است یا نادرست بودنش را بر ما فهمونید. بعضی برادرها است که اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله گفتند، همین انگشت ها را در بالای چشم میمالند. همین من شما را از کتاب مجموعه الفتوا صحیفه 327 کدامی داشته باشید. این حضرت میگوید که این اساس ندارد. این شکیدن انگشت در بالای چشم میگد هیچ اصل ندارد. و ملا قاری علی قاری میگویند، این محدث است، این هزارها بار دیده از صاحب جامع الرموز و کنز العباد هم این گپ میگد، از اینها دیده مرتبهش بلند است. این حضرت میگوید که صاحب جامع الرموز هر مسئله که خاطر است خاک است در یک قابچه جمعشون کرده است. این سخن علی قاری هست. از این خاطر این حضرت صاحب مجموعه الفتوا که این حنفی مذهب است، کتاب ما و شماست، این میگه این هیچ اصل ندارد، این نکردنش بهتر میگه. کدامی داشته باشین صحیفه 327 تماشا کنید. داملای شیر این سخن از ما خواهش میکنیم که به این سوال من جواب گردانید. من از اول ماه رمضان روزه گرفتم. در روز جمعه بزرگ روزه ام را خوردم از بیماری. آیا روزه گرفتگی هم قبول می شود یا نه؟ همینش را درست فهمید. البته قبول می شود. وقتی انسان که بیمار شد خداوند رخصت می دهد که روزه را بخوره، باکی ندارد. این آیت کریمه هست. وقتی باز رمضان که تمام شد، یعنی چند روزه که تو مثال بیمار شدی، وقتی صحت که شدی همون روزها را قضایی میگیری، البته روزه تو در نزد خدا قبول میشه. السلام علیکم عزیز. قیام نماز پیشین کی می شود که نماز خواندن درست نیست؟ الحال میگوین از 12 تا 12:40 یعنی یگان نماز نخونین که قیام است. حالت قیامت در همین حالت شما نماز نخونین. همین دامله های کلاب همش همین گپا میگن که از 12 تا 12:40. سلام داملای شیرین سخن. از نام یک نفر مخلص شما داملای محترم، من یک سوال دارم، التماس جواب عمیق دهید. من 3 سال پیش طواف خانه خدا کردم. در سن 36 ساله می باشم. بعد از طواف کردن به خود مقصد گذاشتم که هر آنچه که خداوند بر من حرام کرده است دست میکشم و با یک دختر از شوهرش برای کودک نکردن جدا شده بود شناس شدم و او را با طریق مسلمانی به نکاح خود در آوردم و او 5 سال باز زندگی کرده ایستادم و صاحب یک فرزند شدم. این دختر بگیم حساب بیوه گرفتن و سبب کودک نکردنش این مرد حاجی است، نکاح کرده است و طریق اسلامی گرفته است. و یک روز شب به خانه در آمدم، زنم را با یک مرد ناشناس در جاگه خود در حالت مادرزادی قپیدم و آنها را یگان گپی گنده نگفتم و والدین زن را یعنی اپش را آوردم و شاهد همین کس زنم را 3 طلاق کردم. داملای محترم به من گوید که من با این گناهی که 3 طلاق گفتم در نزد خداوند چقدر گناه و عذاب میکشم. و من گوید که تا به گوش خود شنوم. یعنی این برادر یعنی به سبب این قدر اسلام یک دینی هست که در دل آدم چنان رحمی را پیدا میکند که همان زنی را که در حالتی بگیم زنا با یک مرد دیگر میقپد و به یک سبب طلاق گفتن این مرد در خوف است و اون زنی بدبخت نی. به سبب طلاق گفتنش در خوف است که خدای را چی میگفته باشد، لکن اون بدبخت مردی که در خانه این کس در آمد و این زن بدبختی که این کار انجام داد اونا از خدا نترسیدند. این برادر انشاءالله تو از جوابگری در نزد خدا با طریق کامل باوری کن که تو خلاص هستی و البته هیچ مرد دیگر
برای خود روا نمی بیند، در حالتی که زنی خود با یک مرد بیگانه می بیند و با او دیگر زندگی کند. اگر چنده که دستورات اسلامی هست که اگر عفوش کنی حق توست، حق توست میتونی که عفوش کنی، لیکن اگر زندگی هم که نکردی، طلاق هم که کرده باشی، خیر باز اینا تو میتونی که از همون مفتی ها پرسان کنی، لیکن به عقیده من باشد تو کاری خطا نکرده، خوب کردی که از این زن جدا شدی. یعنی احترام حاجگی را ندانست، احترام اسلامی را ندانست. و زمانی که یک بار این بدبخت شده بود، باز مثال در وقت شما مسلمان داخل شد و به قدر شما که نرسید، حالی او این است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا به حساب شکرانه خدا میکنم که به ما چنین پیشوایی با تقوا مانند شما نصیب گردانیده است. دعا میکنم که پروردگار را علمی داشته شما را دوچند کند و ما از آن امر معروف های شما بهره بریم. آمین. داملای عزیز، به سوال های من خواهش میکنم در روز جمعه جواب دهید. روز نماز جمعه را در مسجد جامع یک قشلاق گذاشتم. بعد نماز را ادا کردن اهل مسجد باز 6 رکعت نماز احتیاطی خواندند، لیکن من نخواندم، برای آنی که آن وقت نمیدانستم مگر من 4 رکعت فرض پیشین را قضا خوانم یا نه نخواندم. وقتی که نماز جمعه که اعلان شده است همون دهه و فرمان مفتی‌ها در او باشد که این نماز جمعه هست، در اونجا که نماز جمعه را خواندین دیگه فرض احتیاطی نخوانید، همون جمعه شما در نزد خدا مقبول است. این احتیاطیش مثل یک شبهه می شود، یعنی در نماز خودت وقتی شبهه کردی، نماز شبهه دیگر قبول نمی گردد. از این خاطر نخواندن شما نمازی همون احتیاطی را این بهتر است. روز جمعه در زندان نماز پیشین را جماعت خواندن درست است یا نه؟ در روز جمعه در زندان هم نماز جماعت جایز نیست. نماز جماعت اینقدر حکمش بلندی هست که در زندان هم نماز جماعت در روز جمعه مکروه است، مگر بعد جمعه. یعنی ما و شما در ساعت 1:30 که بود کردیم، زندانی ها می توانند که بعد ساعت 1:30 جماعت کنند، تا وقتی جمعه را حق ندارند. سیوم، اهل سنت از شیعه چی فرق دارند؟ شیعه خودش چیست؟ در آخر از شما دعا طلب میکنم که خداوند از 5 وقت نمازی که عطا فرموده است به نصیبم نگرداند، از آن جمله از نماز جماعتی شکی منتداری بیان می‌کنم. شیعه از اهل سنت فرق خیلی کلان داره. من همون شیعه های اشدیش میگم، شیعه هایی که در همسایگی ما در همون خارج زندگی میکردن، شیعه هایی بودن که سخنهای اونها را باور کن به زبان آوردن. نمیخوام که در بین این مردم باز ممکن شما نفهمین، اونها را من نمیارم، لیکن این قدر میگم که امروز همون هجوم های شیعه مذهب هم در بین ما و شما پیدا شده است. احتیاط کنین. این رویه خیلی رویه غلط است، خیلی رویه خطا است و شما را عاقبت خار می سازد در دنیا و در آخرت. ولا تصوبن احدا من اصحابی، اینجا نون ثقیله است میگه در کلمه عرب. پیغمبر خدا گفتند البته به البته هیچ صحابه مرا دشنام ندهید، لیکن اون طایفه ابوبکر را دشنام میدهند، عمر را دشنام میدهند، عثمان را دشنام میدهند. فقط برای اونها علی عزیز است و خلاص. لیکن اهل سنت ما دوست به همین 4 یار سرور دین هستیم. ما هر 4 دوست میداریم. کمی مثال دیگرگونی های بسیار است. راستی بار در کدامت که اگر پیشنهاد کردن قبول نکنید، بسیار یک راهی غلط است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است، تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خوانده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟ این سمع
والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایران نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینا یک نعمتی هستند که هیچ طبیبی برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم و از شما این نعمت‌هایی که دادم، این نعمت‌ها سوال کرده می‌شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص و بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پرنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشم ها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم بدنهای لوچ است، یا دیگر معرکه های فاسده که خدا بر اونا حرام کرده است، این چشم ها را به سوی او روان میکنید. به خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشم های شما و گوش های شما سرب دوزخ ریخته می شود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودی ها هست که امروز ما و شما را تبلیغ با به سوی همون حرام ها میکنند. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید، بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ایستاده باشد، شما اگر نماز میخوانید در نماز شما کراهیت پیدا می شود. تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خوانده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، و بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیب برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم، شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی بلکه خدای شما، پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردن این. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنید، اینها را شما مشاهده کنید. این چشم برای این است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان اشدی شما، ما از درگاه خدا سلامتی شما را میخواهیم و اگر حاجت باشد برای زنکان یگان جا برای نماز خواندن مهیا کنید که هر روز برای همین سوال به ما میگویند که به داملا رسانید. الحمدلله امروز در همین پهلوی ما و شما اگر شرایط نیست، ما شرایط برای مردها نداریم، لیکن هزارها رحمت به این برادر وکیل و حاجی هایی که در اطراف او هستند. امروز یک جای را همون پهلوی ما شدن مهیا کردند که یک چند نفری الحال نماز خوانده ایستادند. و امروز شرایط های اکی داملا خالمراد، اکی داملا حیدر باز بهتر است. مرحمت اگر نماز میخواندگی باشند اعلان کردن رسمی است، رفته در اونجا هم نماز خواندن بگیرن.
السلام علیکم داملای عزیز. اولا خواهش دارم که خداوند توانا زبان شما را باز هم از این زیادتر با راه بگرداند و چی مراد و مقصودی که داشته باشین خداوند حاصل بگرداند. یک سوال دارم. در مسجد ما یک نماز ملایمان نبود، مرا مجبور کردن که تو نمازت را خوانده دی. من نمازشان خواندم و قوم به عذر خندیدند. آیا گناه های همونها در گردن من هستن یا نه؟ در آخر داملای عزیز خواهش دارم که دعا کنید که من خداوند گناه مرا ببخشد. یعنی اگر وقت کدامی از شما امام میشوین قوم میخندد نمیخندد، این بر ضرر امام نیست. قوم اگر چی نغمه ای که از پس امام کردن میگیرد، در نزد خداوند جوابگر قوم است نه امام است. پیغمبر خدا بر شما میگوید اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنان که خدا در پیش تو است. فان لم تکن تراه فانه یراک. رسول اکرم و اگر چند خدا را تو نمیبینی لکن خدا تو را میبیند. با آن خنده و آن نغمه هایی که از پس امام کدام قومی که میکند او را البته خدا نظارت کردیسته و در نزد خداوند البته گناهکار میشود. این با ملا امام هیچ تأثیری ندارد. خدا این برادر گناه هایی که کرده است به حرمت این روز جمعه خدای با فضل کرم خود مغفرت بسازی. آمین و رب العالمین. سلام داملای شیرین سخن. اولا بسیار بخشش. دو سوال مرا بسیار دقت می دهد. شاید وسواس شیطان باشد یا جواب داشته باشد. گوید یکم خدا چی مقدار است؟ اندازه‌اش، درازیش، پهنیش. دویم سوالی که کرده است برادر، خدا جای مخصوص دارد؟ یعنی خانه اساسیش در کجا است؟ یعنی برادر سوال کردن که همین اندازه خدا چند قدر است؟ خدا چی مقدار است؟ پهنیش، درازیش، کلانیش. و دویم سوالی که کردن آیا خداوند خانه مخصوص دارد یا نه؟ یعنی این دو سوال میگد مرا خیلی دقت میداد و حتی شاید که وسواس. یک روز میگد یک زنی بریتانیایی، بگیم زنی که از انگلیا هست، با همراهی شوهرش میگد به شهر یمن آمد. به شهر یمن آمد. در همین شهر یمن با یک داملای خیلی عالم کلان روپرو شد و از همین عالم همین سوال را کرد. همین زنی که همراه شوهر خود آمد همین سوال را کرد که ای عالم، ای دانشمند، من از تو یک سوال میکنم. اگر بر سوال من جواب بگویی هر آینه من بر دین شما ایمان میارم. گو هر سوالی که داری مرحمت. میگد این زنی که از بریتانیا آمده بود گفت همین خداوند طول اندازش چی مقدار است؟ این خدایی که شما در هر حالت مشکلاتی دست میبردارین از او ذات طلب میکنید چی مقدار است؟ این عالم گفت این مردی که در پهلوی تو هست کی است؟ گفت این شوهر من است. گفت شوهر تا دوست میداری؟ گفت بله شوهر ما دوست میدارم. گفت بر من خبر بده که چی مقدار دوستش میداری؟ اندازش بگو چند کیلومتر تو همین شوهر تا دوست میداری؟ کیلومترش بر من معین کن. چند سانتی متر، چند کیلومتر همین شوهر تا دوست میداری؟ این زن میگه در حیرت ماند. گفت این از قیاس بیرون است. گفت از عقل بیرون است. محبت شوهر ما چین کرده نمیشود. میگه این عالم گفت مادامی که محبت مخلوق خدا هست خودش، وقتی محبت تو گفت با عقل خود چین کرده نمیتانی،
این ذاتی که خود میگوید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، اون ذات خودش میگه که مثل من نیست، مثل من نه در زمین نه در آسمان نیست. اونو چگونه من برای تو معین کنم که چه اندازه دارد؟ تو وقتی یک محبت شوهرت بر من چین کرده گفته نمیتانی. این زن وقتی میگه این سخنش شنید در تعجب بلند گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، خدا یک و یگانه است، محمد بر حق است. در اصل یعنی یک مثال آوردن که همون زن یک تکان داد و آن زن چکار کرد؟ عقل او را بیدار کرد که آخه این خدای هست که این حد ندارد، اندازه ندارد. بلکه چی؟ این دویم سوالی که این برادر کرده است، خدا را مکانش در کجا است؟ عقیده اهل سنت این است که خدا مکان ندارد. بلکه این من بر 4 مثال شعری بر تو میگم که بابا افضل کاشانی میگوید ای صاحب این مسئله راهنما، ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا. اول چی گفت حضرت؟ گفت خدا لامکان است، یعنی مکان ندارد. اگر بخواهی این که تو برای تو اثبات کنم که خدا لامکان است، خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. در همین بدن خودت جان نگاه کن که در کجاست جان. تو جان مکانش نمیدانی. از این خاطر مادام جان که مکان ندارد، خدای تو هم مکان ندارد. در همه جا خدای تو موجود است. در بعض حدیث ها می آید که رسول الله را گفتن خدا در کجاست؟ رسول الله حواله کردن در دل بنده مؤمن است. در دل همه ما و شما مکان خدا هست. از این خاطر رسول الله چی گفتن؟ من حدم قلب المؤمن فقد حدم بیت الله. کسی که اگر دل یک بنده مؤمن آزار میدهد، همچنان است که خانه خدا را ویران کردگی است. از این خاطر خانه خدا در کجاست؟ در دل همه ما و شما است. السلام علیکم داملای عزیز، میبخشید یک جمعه در باره همسایه با همسایه چه حق دارد، همسایه بالای همسایه چه فضیلت دارد، ببخشید داملا خبر میدادید. همسایه بالای همسایه، حدیث پیغمبر خدا که ما زال جبرائیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. این حدیث پیغمبر خدا هست که هرگاهی که جبرائیل نزد من می آمد، بر من چنان در حق همسایه گپ میزد که صحبت میکرد که گمان میبردم این که وقتی که اگر همسایه از دنیا بگذرد، همسایه هم حق بر است. یعنی اینقدر تأکید زیادی هست که حتی همسایه هم میراث بر است گفته در گمان من میگذرد. از چی؟ از تأکید بسیار جبرائیل که با همسایه رفتاری نیکو کن. البته امروز شاید که همسایه داری ها در بسیاری جا رعایت نشود، لکن حدیث دوام پیغمبر خدا را من بر شما نویساندم. چی میگوید؟ میگوید حضرت ابو هریره گفته است رسول اکرم میگوید لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو. پیغمبر میگه 3 بار گفتن ایمان ندارد، ایمان ندارد، ایمان ندارد. ابو هریره میگه گفتم رسول اکرم کی هست که ایمان ندارد؟ رسول الله چی گفتن؟ الذي لا یأمن جاره بوائقه. کسی که اگر همسایه او از او ایمن نباشد، ایمان ندارد او کس. یعنی اگر همسایه‌ای که در پهلوی ما زندگی میکند، ما اگر با راحت نباشیم، یعنی دائم در تشویش باشیم، دائم در غم باشیم، بیرون از خاندان شویم، در خطر باشیم که شاید در خانه من یگان زیان یا ضرری میارد، اگر همچنان همسایه داشته باشیم، همون همسایه ایمانی بر خدا ندارد. همسایه باید در نبودن همسایه مثل خاندار چیکار کند؟ خانه همسایه را پاسبانی کند. در حق همسایه هر جایی که نشست سخن نیک بگوید. امروز از همسایه داری ما و شما باور کن شرم انسان می آید. وقتی می آید یک کس خبر می دهد که برای دختری من افسقال آمد، لکن همسایه از راه گرداندش.
گفتش کجا میره؟ از دختری او را گرفتند، دختری مرا بگیر. بین آیا همین همسایه‌داری هست؟ برای یک پارچه زمین با یکدیگر سالها قهری میستیم. همه این در نتیجه چی هست؟ در نتیجه همسایه‌داریایی که ما و شما از خدا و از قرآن و از حدیث که دور هستیم، از این خاطر نمیدانیم حق همسایه چگونه است. ابوذر میگوید رسول اکرم چی گفتند؟ اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. میگه ابوذر به سوی من میگه پیغمبر گفت ای ابوذر، وقتی که در خاندان در دیگ شوربا را پرتافتی، فراموش نکن آبش را زیاد کن و از حال همسایه هم با خبر باش. آب شوربا را زیادتر کن تا که از همان شوربایی که خود استفاده میکنی همسایه را هم فراموش نکن. این نصیحت پیغمبر ما و شما هست. السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که در آب پیشاب کردن اوبال است، ولیکن در شهر نجاست های خود را به آب پیش میکنند. این چی میشود به ما میفهموندید؟ البته این ضرورت است. امروز این سکسی هایی که مردم ما و شما زندگی میکند، البته این از سبب بی‌شرایطی هست، و الا تمام همون مردمی که در همون سکسی ها زندگی میکنند هیچ کدام همون باور که زندگی داخل همون را اختیار کردگی نیستند. اونها را میخواهند که در همین زمین جای داشته باشند، زندگی کنند، لکن دستی نارسا، شرایطی ناخوب اونها را مجبور کرده است که در همون خانه ها زندگی کنند. از این خاطر اون پیشاب است چیزی نباشد. وقتی که در آبم که می رود، امروز ضرورت ایره البته جایز گرداندگی هست، یعنی باکی ندارد. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا مراد. از شما خواهش می نمایم که این درخواست مرا اجرا نمایید. من در یکی از نمازهای جمعه از زبان شما یک غزل مولوی جنونی را شنیده بودم و تنها 2 مصرع اولی آن در خاطرم هست که چنین است: تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. این غزل بر من خیلی پسند آمد و باز میخواهم این غزل را برای ما قرائت و تحلیل کرده دهید. با احترام مخلص شما. این از مولوی جنون نیست، این از مولوی رومی هست. میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود. یعنی حواله به سوی بابای ما و شما، پدر ما و شما حضرت آدم میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود، خود سیان کردن بهر او سجود. وقتی که بابای تو را میگد مولوی رومی داخل جنت کردن، تمام فرشته ها چیکار کردن؟ تا تمام فرشته ها سجده این حضرت آدم میکردن، در پیش پای این سجده میکردن. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. وقتی این بابای ما و شما، این پدر ما و شما حضرت آدم، وقتی که یک گندمی را که خدا گفت بر اون نزدیک نشو نزدیک شد استفاده کرد، یعنی یک گندم وقتی که خورد، فرشته ها چی گفتند؟ گفتند ای آدم، گفتند ای فرزند آدم، جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهکار نیست. مذنب برو بیرون خرام. تو مادامی که گناهکار شدی، این داخل جای ثوابکارها هست، بیرون شو از جنت. و خدا او را به سبب این یک گناه چیکار کرد؟ از جنت بیرونش کرد. در آخر حضرت مولوی رومی بر همون انسانهایی که گناهکار هستند، یک عمر بی نماز و بی توفیق هستند، لکن چی میگن؟ میگن همین دل انسان مسلمان باشد، ما را دلمان تازه است. برای همین دل تازه ها چی میگن؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. تو هزارها گناه میکنی امروز، هزارها غلط میکنی، هزارها خطا را البته تو صادر میکنی، باز بزم این میخواهی که جای آدمایی که ثوابکار هستند، جای آدمایی که در دنیا زحمت کشیدن، مهنت کردن، جای اونها را تو صاحب شوی. نه، صاحب نمیشه. جنت جای خطاکار نیست. برای جنت داخل شدن مهنت دنیایی لازم است. الدنیا مزرع الاخره، پیغمبر گفت این دنیایی که شما زندگی دارین، این به منزله زمینی هست که در اینجا تخم پرتایین، تخم نیکی پرتایین تا که حاصل شد در جنت بردارین.
کاری سوا ماندگی باز امروز خواهر اپای ما و شما را بین ملامت میکنند که تو سطر داری یا تو نماز جمعه میری. یک زن 50 ساله به توفیق دیگر از زمین دهم کریان است، میگوید وقتی زن اگر نماز یا مسجد کی رفت دنیا ویران میشود. اون نمیداند که خود ویران است، نمیداند که خود بیچاره دوزخی هست. از آمدن زن بر مسجد چی می شود؟ نورانی می شود، آباد می شود. صدها سال شد این زنهای ما و شما بیچاره نشنیدند، سخن خدا را نشنیدند. از این خاطر مردها امروز هیچ قدری ندارند. مادرای ما و شما آمده نشینند صحبتها را گوش کنند. شوهر چی قدر دارد، خسر چی قدر دارد، خوشدامن چی قدر دارد، زندگی باید چگونه باشد، عائله داری چگونه باشد، تربیه فرزند چگونه باشد. اینا را می آموزند. آیا همین غلط است؟ آیا از حساب آمدن زن چی جای جنایت است؟ هزارها نامعقول کرده است. همون عالم شم، همون عالمی که اگر همون عباره مختصر میگد میلش، لیکن امروز جمعیت نظر کن، امروز شرایط نظر کنید. خواهر ما و شما همه جا می رود، مادر ما و شما همه جا می رود. تمام جایی که ناجایز است می رود. مسجد چی جای ناجایزی دارد؟ سلام علیکم حاجی بابا، اگر زن دست خود را لک مالد آیا جایز است؟ حتی در دست یک جوان بچه دیدم که ناخونش را دراز کرده است و او را لک کرده است. این چی معنا دارد؟ خواهش میکنم از شما. اگر در دست زنی که لک میمالند، همین لک های سرخی که هست، در مسئله از درالمختار میگوید که از جنابت پاک نمیشود. زنی که اگر در دستش لک میمالد، لک همین خیلی قابلیتی دارد که آب بر خودش ره نمیده. مادامی که آب که به خودش ره نداد، کل بدنش شستن در غسل جنابت فرض است. وقتی که اگر ناخونهایی که لک دارد، وقتی اونها که اگر آب نرسید، اون زن از غسل جنابت پاک نمی شود. از این خاطر در کدام دستی خواهر و اپا و زنی از شما اگر باشد، این البته شما رخصت نتین اونها را تازه کنند. و اون جوانی که البته امروز ناخونی خودش دراز میکند یا لک میکند، این شرمندگی است. نخواد جوان، مرد هستی، مرد، نام تو مرد است. تو را خداوند مرد خواندگی هست در قرآن و تو در دنیا هم دعوای مردی داری. نخواه ناخونی دراز یا لک در دست دمانی. امروز جوانای ما و شما شرم ناکرده در گردنها زیره میبندند. امروز شرم ناکرده چله ها در دست میبندند، حالا که این چی است؟ یا زینت زن هستن آخه، برای مرد نیست اینا. رسول اکرم برای همین جوانهایی که زیره دارند، لک میکنند، ناخون میکنند، چله میبندند، رسول اکرم حدیث مبارکش است که مسلم روایتش میکند: رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتما من ذهب فی ید رجل فنزعه فترحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم میگه روز با یک جوان سلام کرد، بناگاه دستش در چله همون جوان زد. در حال میگه چهره پیغمبر خدا متغیر شد، تغییر یافت و از دست همون جوان میگه چله را کشیدن، فنزعه فترحه، پرتافتنش. وقتی که رسول اکرم از پیش اون جوان رفت، جوانهایی که در اطراف این جوان جمع شده بودند گفتند: خذ انتفع. رسول اکرم رفت گفت: گیر از زمین بردارش، در جان خودت استفادهش کن. این جوان چی گفت؟ والله لا آخذوه ما طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، این جوان گفت آن چیزی را که پیغمبر خدا از دست من دور کرده است، من او را دیگر باره نمیگیرم. ما نمیگیم که او را پرتاش، بلکه برده در خانه بگذارش. در یک روزی وزنینی وقتی برای تو سوم لازم می شود، سومش کن، در جان تو، در فرزند، در خاندانت استفادهش کن، لیکن برای دستی تو حرام است. رسول اکرم گفت: آیا شما میخواهید که پارچه علاوه دوزخ در دست خود بگردانید؟ اشاره به سوی چله طلا کرد. این برای زن زیره
چله برای زن که اینم برای چی است؟ برای شوهرهاشون است، اجازت است، برای مردها جایز نیست. السلام علیکم حاجی الله میرزا. رحمت و درود خداوند در حق شما که ما بسیار مسئله آگاه میشویم. سوال من این است، در اصول دین میخوانم که تولا و تبرع چی معنا دارند؟ اصول دین هست، اصول دین برادر 8 قسم است. ما و شما میگوییم اگرچه اصول دین از ما نیست، از ما و شما اصول دین ما و شما چی است؟ بنی الاسلام علی 5. پیغمبر خدا میگوید اسلام ما و شما 5 پایه دارد. چی است؟ شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و آت الزکات و صوم رمضان و الحج من استطاع. 5 چیزی هست در اسلام ما و شما. همین است اصول دین ما و شما. این چی است اصول دین؟ یکم کلمه شهادت گفتن است، دویم 5 وقت نماز خواندن است، سوم زکات مال دادن است، چهارم روزه ماه رمضان داشتن است، پنجم حج در گردن شخصی که قوت حج داشته باشد. همین 5 چیز از ما و شما اگر ایجاد شود، برپا شود، این معنای او را دارد که ما و شما مسلمان کامل هستیم. یکی از این نباشد در مسلمانی ما و شما نقص است و خلل است. لکن برادر گفته است در اصول دین خواندم تولا و تبرع مقام 7.5 باشد، تولا مقام 8.5 باشد تبرع. یعنی عقیده خوب است، با دشمنای خدا دشمن بودن، با دوستان خدا دوست بودن. این عقیده باید در تمام مردم مسلمان ما و شما باشد. دشمن خدا را ما و شما دشمن بداریم. چگونه ای که امروز ما را مردم غرب بد میبیند، چگونه ای که امروز مردم مسلمان زیر پای این بدبختا مانده است که ما و شما را دشمن ما و شماست، ما و شما باید دشمن اونها باشیم. آخه ما هم اونها را باید بد بینیم. چگونه ای که ما را بد میبینند؟ چرا من دشمن خود دوست بدارم؟ چرا شخصی که خانه من را زیر بامبه قرار میدهد، چرا شخصی که با تمام تکنیک خانه مرا رشد میکند، کودک مرا نابود میکند، ما او را دوست بدارم؟ نه، دوستش نمیدارم. به خدا قسم تا قیامت ما دشمنی او هستیم و دائم حتی در نمازان دعا میکنم خداوند ریشه امریکا را کنده کنه که امروز دشمنی تمام مسلمان ما و شما شده است. دنیا را ناآرام کردگی است. تا اگر در دل ما و شما عقیده نباشد که ما دشمن خدا را دشمن نداریم، حلاوت ایمان ما و شما برده نمیتونیم، شیرینی ایمان ما و شما حس کردن نمیتونیم. شما دعای قنوت میخونید اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر نشکروک ولا نکفرک. اینجا چی میگن؟ و نخلع و نترک ما یفجرک. تو وعده داده استی و نخلع و نترک ما یفجرک. پروردگار آمد دشمنی تو را ریشه‌کن میکنم و نخلع و نترک، دشمنی تو را ترک میکنم. ما یفجرک، شخصی که دشمنی تو باشد. تو در دعای قنوت وعده میتی. از این خاطر تو هم باید دشمنی چی باشید؟ دشمنی همون یهود و دشمنی آن کسی که دشمنی مسلمان است. ما هم دشمنی او هستیم. هیچگاه من دوستی البته شخصی نیستم که دشمنی قرآن باشد و دشمنی اسلام باشد. امروز شما چشمهاتون کشاده کنین، اخبارها به طریق عیان شما را نشان دادیستند. دیروز اگر اخبارات همان تونی بلیر اگر گوش کرده باشید، سروزیر انگلیا را من گوش کردم به گوشی خودم. چی گفت؟ در نزد سعودیه گفت ما خطا کردیم، نفهمیدیم، فکر کردیم که در عراق کیمیاوی بوده است، لکن غلط شده است، نفهمیدیم. تو نفهمیدی اینقدر مرد مسلمانی که در اونجا به هلاکت رسید، اینقدر خانه هایی که نابود شد، اینا چی می شود؟ به نام خدای بخشنده مهربان و حبیب او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، درود و به پایان بر شما ای واعظ راه اسلام و حاجی محترم. ما یک گروه جوانان به شما خواهش می نمایم که به این سوال ما روشنی اندازید. در ما عادت شده است که بعد از مرگ شخص 40 را می دهند. این خیلی خراجات بسیار ممکن است یا نه؟ ما قوم را می دانیم که از برای پنجشنبهگی شیده نماز جماعی خفتن و پیشین را ترک می کنند و مسجد به ملا می ماند. التماس، یعنی معرکه هایی که هفته داریم، 40 داریم، سر سال داریم،
اینا در اسلام همچنان نام گذاشتگی نیست. در اسلام ما و شما من یک فتوای دارم به نام خلاصه که به نهایت فتوای با قوتی هست، فتوای مذهبی هست. باز همین فتوا در حواشیش مجموعه الفتوا گفتگی باز فتوای دارد. همون حضرت میگوید اگر کدام صدقه را که شما نام گذاشتین، مثل هفتش گفتین، سه بیگش گفتین، چیلش گفتین یا سالش گفتین، از ثوابش محروم بشین. شما نام نگذارید، بلکه اگر دست شما میرسد خیر احسان هیچ کس راهش بستگی نیست. دستت میرسد مرحمت، لکن دستت نمیرسد. رسول اکرم گفت است لا اشتری شیئا لیس عندی ثمنه، نمیخرم چیزی مادامی که در جیب من پول نباشد. مقصد که من پول ندارم، قرض کرده خیر احسان نمیکنم، پنجشنبگی نمیکنم، سری سال نمیکنم مادامی که قوت من نرسد. قوت شما نمیرسد خیر احسان کنین، در نزد خدا شما ثواب نمیگیرید بلکه شما گناهکار میشین، زیرا حق فرزندای خودتان را چیکار کردین؟ پایمال کردین. از این خاطر اسلام ما و شما بدنام نکنین. اسلام ما و شما را مجبور نمیکند. همون خدایی که خالق همه شماست بر شما میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده ما از قوتش زیاد تکلیف نمیتون، حد قوتش. خدا حال همه ما و شما را میداند. از این خاطر از حالمان، از همون کورپایی که داریم از او زیادتر پامان دراز نکنید. السلام علیکم برادر محترم داملا میرزا. بعد سلام یک دو سوالی دارم و میخواهم که این سوالها رو شما در نماز روز جمعه تحلیل کنید. مردی که بیراهگردی زنش را میداند، یعنی با مرد بیگانه ملاقات دارد و این مرد یگان چاره نمیبیند، زندگی همین را از روی شریعت درست است؟ البته درست نیست. زنی که به اجازت شوهر از خانه بیرون می شود در ملامت خدا و ملائکه خدا می ماند. وقتی اگرچه خانه پدرش می رود، اگرچه خانه یگان نزدیکترین آدمش می رود، وقتی اجازت شوهر نباشد، وقتی که اگر اون زن باز به مردهای بیگانه دست درازی کند و باز به این شوهر زندگی کند، این زندگی حرام است و این مرد دیوس است. الدیوس لا يدخل الجنة ولو كان معه صلاة و صوم. پیغمبر میگه دیوس داخل جنت نمی شود اگر چند که نماز روزه بسیار هم که داشته باشد. البته مردی که اگر پیش راه زنی خچه گرفته نتاند، وقتی مردی که اگر حکمی او در زنش نگذرد، مردی که اگر باز میداند که زنی او این چنین فاحشه است با او زندگی میکند، این دیوس است. زنی که با چنین کارهای ناشایان دست زده و بعد به چیزهایی که برای هر یک انسان مقدسند قسم میخورد، مثل قرآن، خدا، سیوم به فرزندهای خود، عاقبت این زن عاقبت هم ندارد. وقتی زنی که خود بدکردار باشد و بعدا باز قسم به این چیزهای مقدس بخورد، برای ما و شما این قرآن مقدس است. برای زن فاحشه قرآن و خدا و مسجد هیچ قدری ندارد. برای همین این عاقبت هم ندارن. آخه عاقبت اینا برای خود اینا معلوم است خودش. التماس داملای محترم همین مکتوب ها رو. السلام علیکم داملای عزیز. آیت یخرج من بین صلب و ترائب را ترجمه میکردید مخلصان شما. در سوره طارق آیتی هست یخرج من بین صلب و ترائب، یعنی خداوند چی میگوید؟ خلقت انسان میگد. انسان میگد خارج، انسان پیدایشش از آبی که از پشت آدم و از بین دو سینه مادر جدا می شود، از همین پیدایش آدم از همین ها صورت میگیرد. یعنی مقصد از صلب و ترائب، مادامی که مفسران میگویند مقصد این نیست که در همین پشت انسان یگان خلطچه باشد که همون آب در داخل همون خلطچه باشد و وقتی شهوت مرد کشاده شد همون آب راست از پشت هوی خورد رفته در رحم مادر داخل شود، این چنین نیست میگه. بلکه مادام خدا صلب گفت یعنی پشت گفت یا ترائب گفت، بین قفس زن، سینه قفس زن وقتی خدا ذکر کرد، مقصد کلی بدن در نظر دارد. یعنی آبی که از مرد و زن یک جا می شوند، اینها از تمام بدن هستند. این مقصد این است. برای این مفصلتر اگر برای کسی لازم باشد باز
آمده مراجعت کنین انشاءالله جواب میده. السلام علیکم داملای محترم. بعضی شخصان میگویند که گناه میکنن، بعد میگویند که این گناه را خدا در تقدیر ما نوشته است. بگوید که گناه از کدام جانب است؟ سوال دوم، نوشیدن کواس ممکن است یا نه؟ سوال سوم، چیزهایی که مست کننده است حرام است. شیر اسب هم مست میکند، آیا حرام است؟ چهارم، گوشت جیره حرام است، در کسلی خوردن ممکن است یا نه؟ 4 سوال دارن که به همین انجام میتیم. یکم، گوشت جیره حرام است، خوردن او حرام است. علی خصوص مادرهایی که گپی مرا میشنوند با دقت گوش کنین. رسول اکرم میگوید ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. خداوند شفای هیچ کدام شما را در مال حرام جدا کردگی نیست. از حرام شما شفا نمیابین. پیغمبر شما بر شما خبر داده است هیچ چیزی که حرام است، خواه خرس است، خواه جیره است، خواه صغر است، خواه سنبقه است، یعنی اینها امروز در ما و شما دوایی شدگی هستند، اینا همش حرام هستند. خداوند بر اینها برای شما شفا گفتگی نیست میگه. از این خاطر سگ هم حتی استفاده میکنن، مگر فقهای ما و شما، علمای ما و شما گفتند اگر تمام حلال کرده خدا را استفاده کن، همه داروهایی که هست امروز خدا را شکر طب ما و شما پیش رفته است، تمام دارو تمام طبیبای خوبی هست که تمام کسلی قریب دوا دارند. شرط نیست که همین در حال تو خنکیت زده یا روغن خرس یا که مثال روغن صغر بخوری، نه، بلکه تو این حلال کرده های خدا را استفاده کن. از حلال کرده های خدا که استفاده کردی شفا ندیدی، بعداً یگان شخص طبیب حاذق باشد یقین بداند که همین گوشت جیره در همین کسلی تو فایده دارد، اما اون صورت برای تو جایز می شود. بعد حلال کرده های خدا را همش استفاده کردن، یک باره به حرام کرده خدا دست نزن که البته گناهکار می شوی. چیزایی که مسکننده هستند مثل میگه شیر اسب مست نمیکنن. اگر مست هم که کند این حرام نیست. نوشیدن کواس حلال است. کواس این درجه ندارد. کواس این مسکننده هم نیست. انا پیوه که درجه دارد حرام است. مثال آدمی که اگر پیوه را می نوشد، اگر مثال بگیم نیم سطلش هم که اگر مست کند یک قطرش هم حرام است. لیکن کواس مست کننده نیست. و این سوال بالاگی کردن من مختصرا جواب میگم. سوالی که کردن که بعضی انسان ها گناه میکنن و باز میگویند که خداوند در تقدیر من کشیده است، یعنی گناه از جانب کی است؟ آیا از خدا است یا از جانب من است؟ این باب تقدیر است. تقدیر بسیار یک مسئله مهمی هست که شاید که عقل ما و شما بر این نگیرد. حتی وقتی که حضرت عمر میگه با ملک شام رفت، در شام کسلی آب پرتایک بود. حضرت عمر داخل ملک شام نشد. مردم گفتن ای عمر، تو گفتن اگر داخل شد در ملک شام، اگر در تقدیرت باشد کسل بر تو میگذره، در تقدیرت نباشد نمیگذره. سلام علیکم داملای عزیز. سنی مذهب از شیعه مذهب چی فرق دارد؟ سنی مذهب نیو مذهب ما و شما که اهل سنت و الجماعه هست از شیعه مذهب به چی فرق میکنه؟ هر کسی که جانب قبله نماز میخواند خدا یکه و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را بر حق میداند، همه اونا برادرای ما و شماست. هر جا که یک آدم خداگو باشد اون برادر ما و شماست. از شیعه مذهب ها دا دشمنی کردن، دشمنی خدا کم است، با آنها دشمنی کنیم. میلش اگرچنده که تفاوتی دارن، فرقیتی دارن، نسبت صحابه پیغمبر ممکن تحقیرای دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم.
همین قدر بدانیم که اونا هم برادر ما و شماست. اونا هم غمخوار اسلام هستند. اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادن. اکثر امروز تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. السلام علیکم داملای محترم، با این سوال ها جواب گردانید. بالای سر مرد در وقت جان کندن زنی که یاسین را تواند خواندن مرد نباشد میتوان تلقین کند؟ میتواند البته. یعنی مردی که در حالت نزع جان است هیچ کسی نیست که یاسین بالای او بخواند. پیغمبر خدا را حدیث مبارکش است که شما در حالتی که نزع جان میشود یکی از برادر شما یاسین بخوانید. اگر نباشد مردی میتونیم که زنی که اگر یاسین میتواند بیاید تلقین همون مرده کند، با که ندارد، هیچ جای گناهش نیست. دویم سوال، زن میتواند مرغ را یا حیوان کلانی را ذبح کند؟ به طریق اولا میتواند. برای زن کشتن مال گناه نیست. همه زنها میتونند کدام نماد حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چی لازم است؟ کاردی تیز باشد و بسم الله الله اکبر. بس از خواه مرد از خواه زن است میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کند. زن شد گناهکار میشود. سلام علیکم داملا، خواهش التماس دارم درباره جادوگرها گپ زنید تا مردم ملا را از جادوگر فرق کنند که این جادوگرها دین اسلام را سیاه کرده خودشان را ملا مینامند. آنها یگان آدم را به اسلام به نماز دعوت نمیکنند. های مادام همتا باشد دیگر چی جای شهر دادن شد؟ وقتی که به ما و شما را به نماز دعوت نکنند، ما و شما را به مثال اسلام دعوت نکنند و خودشان هم ملا بگیرند، در صورتی که فالبین جادوگر باشند و ملا هم نیست جادوگر هم نیست. فقط شما یک کلمه را فراموش نکنید. وقتی که در یگان کسی را جادوگری میکند بگین جادوگری کرد ملاگی کرد. نه، این ملاگی از جادوگری فرق دارد. این جادوگر هم در دنیا و هم در آخرت روش سیاه است. اون نه ملا است نه جادو از دستش می آید. السلام علیکم داملای عزیز، به همین سوال من جواب دهید. به حاجتخانه بی‌طاقی در آمدن اوبال است؟ من به حاجتخانه در آمدم، مرا یک ملا جنگ کرد که بی‌طاقی نداره. راست میگه. در یکی از فتواها ما به چشم خود دیدیم که داخل حاجتخانه انسان باید که سری لوچ داخل نشود، زیرا که حاجتخانه خود مکان جین هست و جین عادت شمین است که هر جایی که اگر یک بدن لوچ بیابد حتمی در اونجا زلال میرساند. از این خاطر این صاحب کتاب هم به ما و شما گفتن که داخل حاجتخانه که شدین شما اول پای خودت در نزد در همون حاجتخانه شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجتخانه دور شود. و اللهم اینا نعوذ بک من الخبث والخبائث. خدایا از این نجاستی که مرا آزار میدهد خدایا این را از بدن من دور بساز گفته با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجتخانه شو و سر خطا بپوشان. این بهتر است برای که ضرر جین به تو نرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملا عزیز، من از شما همین را پرسیدنیم. ملت پرستی چگونه هست در قیامت؟ ملت پرستی را چگونه سزاوار است؟ ملت پرستی در اسلام ما و شما نیست. این خدای ما و شما همه وقت ندا میکند یا ایها الناس، ای مردم گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکند. ملت در اسلام هیچ اهمیتی ندارد. خواه تاجیک است، خواه عرب است، خواه روس است، خواه امریکایی است، کسی نباشد اگر ایمانی بر خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد او برادر ما و شماست. ملت در اسلام هیچ اهمیت ندارد. من ندانم، لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست. رسول اکرم میگه من ندانم مرز و بومش از کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست.
من از کجا میدانم که رسول اکرم کجاگی است؟ برای من چی لازم؟ همین قدر میدانم که او آشنای ماست، او شفاعت کننده ماست. برای ما خواه ملت عرب است، خواه ملت تاجیک است، اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست. السلام علیکم دامنای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله‌دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر با عصبانیت و با مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن با او سوال و جوابی نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است، زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همان زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق میشه. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پی فتواکاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلال خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم داولا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد، زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق که فلان کار نکردم، در اصل کرده باشی، زن طلاق شده است. فرق ندارد. شما به زن طلاق قسم که خوردین، زنتون طلاق میشود. و چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهماتی برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر پیشه کنین، لیکن طلاق نتین تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. این برادری که در اینجا خیر کرده با امید آنی که در حق مادرشان دعا کنیم، خدا مادرش رحمت مغفرت گوش پر نور بسازد و فرزنداش خدا عمر دراز با برکاتی با توفیق نصیب روزی بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است اینها را خدای مهربان به درگاهت مقبول بسازی و ماه مولود پیغمبر خداست. این بندگان خیر احسان کردگی را خدایا به شفاعت پیغمبرت موفق بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین.